عرض سلام و ادب خدمت تک تک عزیزان دل. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و موفق و پیروز باشید. دوستان، من یه چند روزی است که گوشی توی دستم خراب شده و متاسفانه هنوز نتونستم تهیه کنم و الان با گوشی یکی از دوستان دارم واسهتون یه آموزش رکورد میکنم. خیلی خوب، سریع میرم توضیحاتو میدم خدمتتون. بچه‌ها ببینید، نیازه که اسکریپتی که داخل چنل تلگرامی واسهتون قرار میدم رو برید شما کپی بکنید، این اسکریپت، و بیاید داخل ترموکس و این رو در واقع جایگذاری بکنید. ترموکس هم من آخرین نسخه رو نصب کردم برای این گوشی. وارد ترموکس که شدید، حالا اینترنت خودتون اینجا پیست کنید، اینتر رو بزنید. اسکریپت خیلی خفنه، کار میکنه، IPv6 میده، IPv4 میده و کانفیگای آماده واسه V2Range، هیدیفای، سابسکریپشن لینک های خیلی خفنی. این دوتا لینک سابی که دیروز و پیروز واسهتون داخل چنل تلگرام گذاشتم از اینجا بوده. ببینید، گزینه 9 رو میزنم و اینتر رو میزنم. ببینید یکی میگه گزینه 1 رو ببینید، اینجا میگه سابسکریپشن لوکیشنش رو بخواید مشخص بکنید، یکی میگه پروتکلش. 1 رو میزنید، چند تا لوکیشن به شما میده. مثلا من میخوام بگم واسه یونایتد استیت 4 رو میزنم، اینتر. این شد سابسکریپشن لینکی که به ما داده تا قسمت اسلش یادتون باشه کپی بکنید. مجددا من حالا سابسکریپشن رو میزنم، میخوام اسکریپت رو. ببینید حالا توی این قسمت مثلا واسه هیدیفای میخوام کانفیگ بگیرم، واسه V2Range هم داره که یه وایرگارد بهتون میده، باید شما این رو داخل محصا بزنید استفاده کنید. IP تمیز ورژن 4 و 6 هم که گفتم بهتون. هیدیفای هم مثلا گزینه 6 میشه واسه ورژن 2، مثلا هیدیفای شماره 4 میشه واسه ورژن 1 و 4 تا 1 و 9. انتخابیه دیگه. حالا مثلا من میزنم روی 4 واسه یه هیدیفای. ببین یه سری 0 تا 100 داره باید پر بشه. بعد آخر سر ازتون میپرسه که مثلا حالا اینجا مشخص میشه اون ایرانسلیا یا همراه اولیا باید از کدوم استفاده کنن. همراه اولیا باید از IPv6 استفاده کنن دیگه. شما گزینه 2 رو میزنید. ایرانسلیا هم که فرق نمیکنه، مودم هم که باید IPv4 استفاده کنه توی منطقه ما. اینتر رو میزنم مجدد. یکم منتظر میمونم که کانفیگ منو بسازه و بهم بده. واسه V2Range هم مثل همون هیدیفای بزنید، استفاده کنید، بسازید، دونه دونه دیگه خودتون تست کنید ببینید کدوم بهتر جواب میگیرید. و اگه داگز هم داشتید و نمیتونستید بفروشید، فی نداشتید و اینا، من واسهتون میتونم نقد کنم. آیدیمو میذارم واسهتون داخل چنل تلگرامی، بیاید پیام بذارید. و نات کوین، یه چیزی راجع به نات کوین بهتون بگم. ببینید اگه میخواید شرکت کنید داخل نات کوین ولی نات کوین ندارید، حالا استارز ندارید یا هرچی، با داگز میشه. اگه میخواید کامنت بذارید که من ویدیوشو واسهتون درست کنم و با همین داگزایی که دریافت کردید برید داخل در واقع این نات کوین شرکت کنید. به چه علت میگم؟ صبح اومد یه دونه تسک گذاشت، تسکش هر ساعت 300 نات کوین میداد واسه رنک پلاتینیوم. حالا من گلدم. شما هر چقدر داشته باشید میتونید تبدیل به نات کنید و بیاید مثلا شرکت کنید. اگه بخواید من ویدیوشو واسهتون میذارم، کامنت بذارید واسم، یا حالا اگه میخواید نقد کنید داگزتون رو، من میتونم واسهتون نقد کنم. برای نات کوینم که خدمتتون توضیح دادم. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. دوستتون دارم. یا حق.